بران عزیز سلام علیکم 19 آگوست سال 2025 قرار داریم در دهه چهارباغ در سری جویه پلک تربوز. تربوز رو ما یک مرتبه چیندیم و من دوی مرتبه باز ریز کرده است. ببینید چقدر تربوز، یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا این از ریز یکمش ریز دوم بسیار کرده است. ببینید این اکن سنتر در پیش است. کنی گپ زنید تربوز پروارو همین تربوزچه‌های خوی ما پخته میرسد همینو 1-2 کیلویی 3 کیلویی میشه باشه پر شده است همین درون همین پوری تربوز شده است. من ببینید پوری تربوز شده است. اینا ببینید او درون ببینید پوری تربوز شده است. همین تربوزو کنی یک تا باهات ید اینش پخته میرسد. ها اینش پخته میرسد. اینا میپزه بکرم میپوه پزه اینش هم پخته میرسد. خای همدوران عزیز من این سری قلوخ ما تربوز کوریدیم. قلوخ زمینی که با کلان زده مایده کردگی بودیم. الان تربوز رو ببین کلان شد. هی وای ریز بسیار است. اونجا ریز بسیار بوده است. کلان تنویزه همه پوری ریز است. ولی این خام است. ندیدی اینا انا جویا نيدي انا نشوتي انا نه دیسوده مکه همشه اینجا پرش اینجا پرش است که از تربوزه که تربوز پور اینا ببین انا یک هفته بود نه اومدیم پوری تربوز شده است. خواهی همدوران عزیز خلاصی گپ که میشده است مهنت میکردید میشده است همین کلند اوب تمام این دویم ریز ها این دویم ریز دی کپ کبوتا انا هولی نپخته سرکه ما جوش دمونم خدا خواهد ما روز تا سنتبر هم تربوز میخوریم. خدا خواهد دویم ریزش این دورو اینجا دورو نزدیم دورو نمیزنیم چون که زیر کیلومتر از دورو زدم نمیشد. ما اینجا چوبوق هم کدگی نیستیم. اینشو بردارید کنی اینم دویم ریز کلان شده است. دویم ریز کلان شده ان شاء الله خدا تا 15 سنتبر خدا خواهد منم بسیار شده. همدیران عزیز مرحمت باقی ما بیاید تربوز خورید. تکلیف میکنم پادپیچ کاره در پناه خدا باشید.